بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و سزاوار ستایش، به نام حضرت دوست که هرچه داریم هم از لطف بی انتهای اوست. سلام علیکم، وقت شما بخیر بینندگان عزیز، همراهان ارجمند شبکه قرآن و معارف سیما و ارادتمندان به ساحت نورانی سید الشهدا علیه السلام که تو این شبها و در این روزهایی که داره منتهی میشه به اربعین حسینی دل در گرو عشق و ارادت به ساحت نورانی امام حسین علیه السلام دارید. ممنونم از اینکه یاد خدا رو نگاه میکنید. ما در 2 نوبت یاد خدا رو به شما تقدیم میکنیم. یکی 3 بامداد هست، 1 ساعت پیش از اذان صبح به افق تهران و دیگری هم هلوش ساعت 11 همین الان که 1 ساعت پیش از اذان ظهر به افق تهران هست و به صورت زنده و به لحظه از فضای معطر و حرم نورانی امامین عسکریین با شما همراه هستیم، جایی که مضجع پربرکت حضرت امام هادی علیه السلام قرار گرفته و همچنین مضجع متبرک امام حسن عسکری علیه السلام و در واقع پدر بزرگ و پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام در همین مکان مقدس مدفون هستند. اینجا خانه پدری امام زمان علیه السلام هست، جایی که حضرت متولد شدند، رشد و نمو اوان کودکی رو در اینجا سپری کردند و غیبت صغرای حضرت از همینجا آغاز شد، از همین سرداب متبرکی که احیانا اگه تشریف آوردید یا اگه تشریف نیاوردید از خدا میخوام که روزیتون بکنه، بیاید این فضای نورانی رو از نزدیک ببینید. از سرداب متبرک و نورانی حضرت غیبت صغرا آغاز شد. اینجا فضای معطر و منوری است که زائران سید الشهدا علیه السلام که با پای پیاده مسیر مشایعه رو طی می‌کنند پیش از عزیمت به کربلا یا بعد از زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا میان به سمت کاظمین و بعد هم سامرا و هر چند کوتاه اما موفق میشن به جای آوردن زیارت حضرات معصومین عسکریین که در اینجا در سامرا مدفون هستند. فضای فوق‌العاده معطر و نورانی است. فوج زائران و ارادتمندان حضور پیدا میکنن در این مکان نورانی و البته موکب‌های فراوانی هم هست که خدمت میکنه به زائران. این موکب‌ها فقط در مسیر مشایع نجف تا کربلا نیست، بلکه تمام شهرهای زیارتی کشور عراق، چه در کاظمین، چه در نجف، چه در کربلا و چه در سامرا میزبان عشاق ابا عبدالله علیه السلام هستند و هر کدام با همون شوق، با همون حرارت، با همون ارادت میزبانی میکنند از زوار امام حسین علیه السلام که سامرا هم همین گونه هست و این فضای نورانی متبرک میشه به حضور زائران سید الشهدا علیه السلام. هرچی که نزدیک میشیم به 20 صفحه دلهای ما بیش از گذشته پر میکشه برای زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام. هر جایی که هستید اگر بنا دارید بیاید بپیوندید به خیل زائران و مشتاقان که زهی سعادت، اما اگر به هر دلیلی مقدماتش برای شما فراهم نشده ما سعی میکنیم که این حس و حال و هوای زائران سید الشهدا علیه السلام رو توی یاد خدا به شما منتقل بکنیم و تلیعه هر روز برنامه‌مون هم انشالله با سلام و ارادت به ساحت امام حسین علیه السلام خواهد بود و البته با همون فراز زیارت اربعینی که یادگار وجود پربرکت امام عسکری علیه السلام هست که ما در کنار مسجد شریفشون هستیم و مهمانشون هستیم در سامرا که حضرت فرمودن انسان مؤمن 5 علامت و 5 نشانه داره که یک به یک برشمردن و فرمودن یکی از اونها به جای آوردن زیارت اربعینه. ما هم هر جایی که الان هستید دلهامون رو با همدیگه روانه صحن و سرای با صفای کربلا خواهیم کرد و به ساحت پربرکت امام حسین علیه السلام ادای احترام میکنیم. گفت مستجاب است دعا گوشه 6 گوشه تو، حرمت عرش معلاست ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید،
السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وسفيك وابن سفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لانا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. قبول باشه زیارت اربعین شما. گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی، حتی اگر دور هم هستید، حتی اگر مقدمات زیارت اربعین با پای جسم شما فراهم نشده، همین زیارت اربعین رو بخونید انشالله با ثواب زائران و ارادتمندان ساحت نورانی امام حسین علیه السلام سهیم و شریک خواهید بود. یه بنای دلی هم من و همکارانم گذاشتیم با همدیگه، احتمالاً در مواکب مختلف و موکب‌های مختلفی که ارتباط‌های گوناگونی برقرار میشه، بنا گذاشتیم که دوستان این چفیه فلسطینی رو به گردنمون بندازیم و به یاد مردم مسلمان و مظلوم ولی مقتدر غزه باشیم و برای آزادی قدس شریف انشاءالله دست به دعا برداریم، برای نابودی این رژیم غاصب صهیونیستی انشاءالله دعا بکنیم که این هم‌افزایی ها، این دعاها کمک میکنه که انشاءالله این اتفاق بیفته. به فرموده حضرت آقا سنصلی فی القدس انشاءالله، انشاءالله که در مسجد الاقصی نماز با هم دیگه به جای بیاریم و اونجا
این فوج زائران انشالله حضور پیدا بکنن و شاهد ریشه‌کنی رژیم غاصب صهیونیستی و آزادی قدس شریف و فلسطین اشغالی باشیم انشاءالله. در این نوبت دعوت کردیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای اسکندری که باشون همراه هستیم، بهشون سلام عرض میکنم، وقت بخیر میگم. حاج آقا قبول باشه انشاءالله زیارات شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتون و همه مردم عزادار حضرت سید الشهدا علیه السلام در سراسر عالم، چون میدونید که امروز مسئله سید الشهدا عالمگیر شده است، اختصاصی به دو کشور ایران و عراق نداره و لذا به همه اونهایی که این برنامه رو دارن میبینن هم عرض سلام دارم و هم عرض تسلیت. سلامت باشید. خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید آقا. خواهش می‌کنم. چه سری در ارادت ساحت نورانی امام حسین علیه السلام که ما قرنها از شهادت حضرت داره میگذره اما باز هم عاشورا میشه، همون شور و همون حرارت و بلکه بیشتر از گذشته داره این اتفاق میفته. ما برای نزدیکان خودمون آقا سالگرد که میگیریم، یه سال 2 سال 3 سال دیگه بالاخره بعد از یه مدتی با یه خیراتی نزوراتی فاتحه‌ای بعد دیگه کلا کم رنگ میشه. اما درباره امام حسین علیه السلام سالروز شهادتش که پررنگتر از گذشته و از اون جالبتر این که ما مثلا برای نزدیکان و کسان خودمون یک 40 میگیریم، یه 40 میگیریم، اما برای امام حسین علیه السلام گویا 40 شهادت حضرت پررنگتره، ویژه‌تره. فوج مردم پیاده میان خودشون رو از سراسر دنیا فرمودید میرسونن به اینجا. چه سری در این حب ابا عبدالله علیه السلام نهفته است آقا؟ بله ببینید، مسئله امام حسین علیه السلام و قیام اون حضرت در کربلا یک واقعه خاصه، یعنی هیچ قابل قیاس با هیچ واقعه‌ای در تاریخ بشری نیست. ما در دنیا جنگ کم نداشتیم و جنگ‌های خیلی سخت و فجیع هم کم نبوده. آدم‌های کمی هم تو این جنگ‌ها کشته نشده. اما شما فکر میکنید از همه اون جنگ‌هایی که وجود داشته چقدر یاد میشه؟ حتی جنگ‌هایی که در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده ما چقدر یاد میکنیم؟ پیداست این یک پدیده است که با اراده پروردگار شکل گرفته. یعنی کسانی که کمر بسته بودن بر اینکه وحی و رسالت با توجه به اینکه دیگه آخرین کتاب بود، آخرین دین بود، آخرین رسالت بود، این رو می‌خواستن از بین ببرند، طبیعی است که کسی که رسالتش حفظ دین هست باید هر آنچه دارد به میدان بیاوره. وقتی هر چه داشت به میدان آورد، خدای تبارک و تعالی هم با اون اراده عظیم خودش این رو حفظ میکنه. در حقیقت میخوام بگم یادآوری واقعی کربلا و شخصیت حضرت سید الشهدا و مظلومیت اون حضرت یک ارتباط تنگاتنگی دارد با اراده پروردگار. غیر از این مود امکان نداشت شما بخواید یه واقعی یا یه حادثه ای رو هر ساله به قول خودتون پررنگتر، پرشورتر، پرمعناتر از سالهای قبل بخواید برگزار بکنید. پس بنابراین مسئله الهی است و به خاطر همین هم هست که الان عقول بشر در تحلیل این پدیده موندند، نمیدونن چیه. تحلیلگران سیاسی اجتماعی عالم رو شما الان یه جا جمع بکنید، بگید این رو بررسی کنید برای ما، اصل مطلبش رو برای ما بگید این چیه، میگن ما نمیفهمیم. کما این که امام حسین رو همونایی که در زمان خودش بودن نشناختند، هم در ادامه نشناختند، مگر کسانی که به هر حال پیوند معنوی و ایمانی با حضرت داشتند. بنابراین این یک پدیده فوق‌العاده است و شما هم میبینید افت و خیزه‌های ماجرای عاشورا و کربلا و 40
در طول تاریخ کم نبوده. در همین سرزمین عراق گاهی کسانی می‌آمدند حاکم می‌شدند که به شدت ممانعت می‌کردند از زیارت قبر آقا. بله. اما این چقدر دوام پیدا می‌کرد؟ موقت بود. مردم آنچنان عشق می‌ورزیدند به امام حسین علیه السلام که برای زیارت اون حضرت هر چرا که داشتن به پای حضرت می‌ریختند. حتی به کسانی بودند که حاضر بودند اعضا و جوارحشون رو بدند و برای زیارت بیان. کسانی بودند که حاضر بودند جانشون رو بدن و برای زیارت بیان. حتما شنیدید در دوره بنی العباس وقتی که آب بستن بر قبر مطهر آقا که به هر حال محو کنن به طور کلی که دیگه چیزی باقی نماند و این امکان پذیر نشد. نه اینکه نشد بلکه جلوه‌گرتر شد. اصلا این قضیه حائر حسینی و بقعه‌ای که دعا در زیر اون مستجاب هست با اون آب بستنه شهرت پیدا کرد. بود ولی شهرت پیدا کرد. برامون بگید آجا، نماده چون اشاره کردید بگید شاید بعضی بینندگانمون ندونن. بله ببینید در تاریخ و در روایت دارد که آب بستن که قبر رو محو کنند. این آب آمد تا حریم قبر مطهر آقا. از هر 4 طرف این آب به قبر که رسید برگشت. یعنی به طور طبیعی دیگه حاضر نشد بیاد اون قبر رو در درون خودش قرار بده. اون محدوده‌ای که آب پس زد به قول ماها و برگشت، اون رو اسمشو گذاشتن حائر حسین. و اینجاست که همون قبه حضرت قرار گرفته روش و دعا در زیر اون مستجاب هست. در هر حال این واقعه نتونست، حتی گاهی شخم زدند، کشت کردند اما نشد. آمدن گفتن که خب کسانی که میخوان برن به قبر برای زیارت قبر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اگر کسی خواست بره دست راستش رو قطع میکنیم بره، برای اینکه کسی تمایل پیدا نکند. مجازات سختی براش در نظر بگیرن. میگن یه خانمی آمد لب مرز گفت اون میخوام برم برای زیارت. گفتن خب باید میدونی باید دستت رو بدی. گفت بله. خب بذار دست رو قطع کنیم. دست چپ رو گذاشته بود. گفتن نه شرط دست راسته. این بانو میگه که من دست راستم رو در دفعه قبل دادم، این بار دوم میخوام زیارت. ببینید وقتی یک همچی پدیده‌ای وجود داره که ارتباطش با ایمان به خدای تبارک و تعالی و حقیقت هستی است، کسی نمیتونه اون رو تحلیل بکنه. اونچنان که الان ما داریم میگیم میشنویم یا احیانا گاهی تحلیل میکنیم برداشت‌های ماست. این حقیقت و واقعیت سید الشهدا و کربلا و عاشورا و اربعین نیست. این برداشت‌های ماست از اونچه که برای ما نقل شده است. اصلا حسین ابن علی علیه السلام کجای عالم هستی است؟ کجای اون عرش پروردگار که محل تصمیم گیری خداست کجاست ما نمیدونیم. و این واقعا هم خدای تبارک و تعالی اراده کرده است برای اینکه هدایت کند انسان‌ها رو. با حقیقتا اگر نمی بود واقعه عاشورا و حرکت سید الشهدا علیه السلام، امروز نه از دین خبری بود، نه از ایمان، نه از قرآن. و به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که نه تنها از اسلام خبری نبود، از یهودیت و مسیحیت هم خبری نبود. اصلا در هیچ کجای عالم نامی از خدا برده نمی‌شد. و هر چه هست هم در گذشته، هم در حال، هم در آینده به برکت وجود حضرت سید الشهدا علیه السلام هست. اونم به خاطر این که حضرت با همه توانش به میدان آمد و در اوج مظلومیت، شما نگاه کنید در واقعه کربلا دیگه کاری نبود که اینها بتونن انجام بدن و نداده باشن. نوع ظلم‌ها، جفاهایی که به حضرت و خاندان حضرت کردن، گاهی از اوقات بعضی از افراد که حالا اطلاعاتشون کمه میگن خب حالا
حضرت رسالتشون این بود که برن بجنگن و جانشون رو بدن در راه اسلام قبول. خب این زن و بچه ها رو برای چی آوردند؟ اونا که دیگه رسالت، چنین رسالتی رو که نداشتن که. بله. خود حتی حضرت سید الشهدا علیه السلام در بعضی از اوقات به اصحابشون هم فرمودن من بیعت رو برداشتم، اونا با من کار دارن، کار به شما ندارن. پس واقعیت این حضور اهل بیت علیهم السلام در واقعه کربلا چیست؟ خیلی روشنه. اگر احیانا این اتفاق نمی افتاد، یعنی این زنها و بچه ها نمی آمدند، شما مطمئن باشید شهادت ابا عبدالله و الحسین علیه السلام در کربلا دفن می شد. میدونید بنی امیه در تزویر و در به هر حال فریب مردم ید طولایی داشته. بله. به گونه‌ای که امام صادق علیه السلام وقتی در همون اصول کافی جلد اولش در باب عقل و اینها صحبت می‌فرماید، موقعی که راجع به عقل میگوید راوی سوال میکند پس این که معاویه داشت چه بود؟ حضرت اون عقل نبود، اون مکر بود، حیله بود. یعنی بنی امیه معروف بودن به مکر و حیله. خب اگر احیانا این زن و بچه ها نمی بودن، خیلی راحت حضرت رو اونجا به شهادت میرسوندن، بعد خودشون هم خط میگرفتن، میشستن گریه میکردن. بله. به یاد ابا عبدالله که بالاخره ایشون آدم خوبی بوده و نباید کشته. مگه نگفت یزید همین حرف رو زد، گفت خدا لعنت کند عبیدالله ابن زیاد رو، عجله کرد در کشتن حسین. در حالی که یزید خودش اصلا منبع این قصه بود. میخوام بگم اینا اهل مکر و حیله بودن و تنها چیزی که توانست مکر بنی امیه رو نقش بر آب کند حضور حضرت زینب سلام الله علیها و زنان و دختران اهل بیت و وجود حضرت سید الساجدین که این کاروان اسارت موقعی که راه افتاد آمدن، که این 40 در حقیقت تمرین همون اسارته. شما میدونید من یه موقع در یکی از برنامه‌ها گفتم شما الان در مکه وقتی میرید اعمال مکه رو انجام میدید، یکی از اعمال واجب مکه چیه؟ حج چیه؟ سعی صفا و مروه است. خب این سعی و صفا و مروه چه بوده که الان داره بعد از قرنهای قرن داره اتفاق میفته؟ این به یاد اون حرکتی است که اون بانوی بزرگ مادر حضرت اسماعیل به هر حال به دنبال آب بود و رفت و آمد تا اینکه بالاخره به آب برسد و فرزند خودش را از تشنگی نجات بده. و این 40 و این پیاده روی 40 یک نمادی از اون. حالا اونجا واجب هست، اینجا مستحب دیگه. بله. اما در حقیقت اصحاب و یاران ابا عبدالله که به شهادت رسیدن و این زنها و بچه ها رو که به اسارت گرفتند بنی امیه، اینها هم برای این بود که دنبال آب حیات برای جامعه بودن دیگه، برای انسان ها بودن. اینا خواستن نگذارن که این بنی امیه باز دسیسه کند، مکر کند، حیله کند و همه چیز رو زیر سوال ببرد. والله اگر نبود واقعا سخنرانی و خطبه حضرت زینب سلام الله علیها که زیر و رو کرد کوفه رو، و نبود اون موضع گیری های قاطع و با صلابت حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس عبیدالله، در مجلس یزید، و اگر نبود اون خطبه معروف امام سجاد علیه السلام در مسجد اموی های به هر حال شام، خب اینا خیلی راحت ماجرای کربلا رو سر و تنش رو به قول ما هم میوردن، تمام میشد میرفت. و دیگه ما شاهد این همه حرکتهای موج آفرین آگاهی بخش هدایتگر نبودیم. اینکه در روایت دارد که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، مال همینه دیگه. شما هر کس آمده در حریم حسینی و به هر حال اظهار خضوع و خشوع کرده است، شما ملاحظه میکنید هدایت شده است. بله واقعا سر عجیبی است در حرکت سید الشهدا علیه السلام و زیارت اون حضرت. یه اشاره دقیق و ظریفی هم داشتید. آنچه که در کربلا گذشت تاریخ مثل او رو دیگه ثبت نکرده. ما اینجایی که الان هستیم آقا داشتن میفهمودن، به ذهنم اومد اینو بهش بپردازیم. ما در سامرا هستیم دیگه. این داعش ملعون در همین سامرا آمد فجایعی رو به بار آورد. در خیلی از بالاخره جاهای دنیا نشون دادن اتفاقاتی رو که این داعش رقم زد، که در بیرحمی و در
قساوت و در آن چیزی که عناد هست نسبت به شیعه و مسلمانان دیگه به تصویر کشید. آدم این تصاویر رو میبینه، باز میبینه در کربلا فجایع از این هم بیشتر بود. یعنی اینها اگر میکشتن و مثلا سر میبردن یا هر چی که میکردن دیگه مثلا آها میکردن. در کربلا نعل تازه زدن، تاختن، دیگه کاری کردن که نامی از نشان ابو عبدالله اصلا باقی نمونه. با این تفاوت که اینایی که اونجا جمع شده بودن این جنایات رو انجام میدادن، میدونستن این کیست. من خود حضرت بارها خودش رو معرفی نکرد، چیزی نگذشته بود از رحلت پیامبر که بله. و مرتب حضرت خودشون رو منتسب میکنن به بله. خیلی از اونها دیده بودن اصلا کودکی ابو عبدالله رو. کسانی که بعضی از اونایی که بودن تو هم واقعه کربلا، یا مگر نه اینکه در مجلس یزید طرف بلند شد گفت یزید بردارین چوب رو. من خودم با چشمان خودم دیدم. لا اله الا الله. رسول خدا مکرر بوسه میزد در این لحظه. دیده بودند. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یاد خاطری چون اشاره کردم به داعش و از بین رفتن این ملعونین، یاد خاطری همه اونایی که ما امروز این امنیت این مسیر رو، آسایش زوار رو، امنیت محور مقاومت و مدیون و مرهون اونها هستیم رو گرامی می‌داریم. حاج قاسم سلیمانی عزیز، ابو مهدی المهندس رو یاد بکنیم که اونها با این حرکت کاری کردن که اونها از بین رفتن، بدخواهان شیعیان و مسلمانان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام، و ما امروز جاشون رو خالی میکنیم و تک تک این زواری که میان اینجا زیارت میکنن و ادای احترام میکنن، تحت قبه سید الشهدا علیه السلام دعا میکنن، به سامرا پا میگذارن، همه در ثوابهایی که میبرن اونها شریک هستن. روحشون شاد، جاشون بین ما خالیه، اما در اعلالین حتما مهمان سید الشهدا علیه السلام هستن. میخوام یه بخشی براتون پخش بکنیم. عرض کردم در تلیه عرایزم خدمت شما که موکب‌های مختلف دارن اینجا کار انجام میدن، خصوصا در سامرا چون بعد مسافت وجود داره و عملا امکانات محدودتره، موکب‌ها فعالترن، اتفاقا کمتر پیش میاد یا من ندیدم تقریبا زائری رو که اینجا بیاد و به لحاظ خوراکی و آشامیدن و در واقع طعام دچار مشکل بشه. اینجا تقریبا همه موکب‌ها تدارک دیدن که هر زائری هر ساعتی شبانه روز آمد وارد سامرا شد اونجا بالاخره ازش پذیرایی به عمل بیاد. و چون محدودیت فضا وجود داره، ما رفتیم چند تا از موکب‌ها رو دیدیم، محدودیت فضا وجود داره در طبخ و در تهیه و اینها. با یکی از این موکب‌ها همراه شدیم، گفتیم شما کجا این کار طبخ و تهیه رو انجام میدیم؟ گفتن در یکی از پادگان‌هایی که مربوط به ارتش عراق و از سامرا خارجه، باید چند کیلومتر بریم بیرون از سامرا. خیلی جالب بود. البته ما با گروه برنامه‌سازمون همراه شدیم، رفتیم اونجا، یه گزارشی هم گرفتیم. خیلی جالب بود. ارتش عراق خدمه و سرباز و فرمانده و خدمت شما عرض کنم ماشین و لوازم و همه اینها در خدمت این موکبه که اینجا خلاصه کار انجام بدن برای زائر، و با همون ماشین‌های ارتش عراق هم اون غذاهایی که طبخ کردن و آماده کردن برای موکب رو میان منتقل میکنن تو این موکب‌ها تقدیم میکنن به زائران سامرا و اونها که بالاخره آمدن برای زیارت اربعین. خیلی صحنه جذابی بود به نظر من. گفتیم شما رو هم بی‌نصیب نگذاریم از این حس و حال قشنگ و حال هوایی که داره اتفاق میفته. یه سری گزارش تهیه کردیم که الان یکیشو خدمت شما تقدیم میکنیم. بفرمایید ببینید، پیش روتون هستیم کماکان. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در کشور عراق هستیم، اومدیم شهر سامرا. الان یه آمبولانس داره میاد اینجا، ببینید آمبولانس رد شد از جلوی ما. آره اومدیم توی فضای خیلی متفاوت، ببینید ماشینای پلیس و ماشینای ارتش عراق هست و حالا احتمالاً این سوال براتون به وجود میاد که اصلا این فضا چه ربطی به اربعین داره و راهپیمایی اربعین و حضور مردم و یکی خبری نیست. آها خدمتتون عرض میکنم، اینجا یکی از پادگان‌های ارتش عراق هست که توی سامرا آمدن داوطلبانه اون فضای خودشون رو و جغرافیای خودشون رو در اختیار موکب‌ها قرار دادن و عملاً ستاد دو سه تا از موکب‌های اصلی که تو سامرا دارن خدمت رسانی میکنن به زائران و کسانی که حضور پیدا کردن تو اینجاست، توی همین فضای. حالا میخوایم بریم به شما نشون بدیمش. ماشین یکی دیگه از این بچهای ارتش عراق هم داره میاد. اینم جالبه بدونید اینجا این فضامون اینجاست، قیادت قوات شرطه الاتحادیه. بعد ببینید دیگه اینجا در واقع
تابلوش هست و اومدیم توی این فضا. نکته‌ای که وجود داره که توی ارتش عراق هم شیعیان هستن مثل خود اقلیم کشور عراق و هم اهل تسنن هستن، حالا خصوصا در سامرا که اهل تسنن هم توش وجود داره. آمین ماشین هم رسید. آره خدمت شما عرض بکنم که اما همگی دلداده و شیفته اهل بیت علیهم السلام هستن. خودشون دارن میان کمک بدن به موکب ها و دارن خلاصه توی این کار نقش آفرینی میکنن. الان اومدیم توی این فضای، الان ببینید اونجا موکب امامزادگان قم نوشته که حالا میریم اونجا. یه ذره جلوتر هم اونجا بچه‌ها اگه نشون بدید بذار منم اینجا هم موکب اوقاف مازندرانه. آره که در واقع پادگان دو تا بخش اصلی خودش رو اختصاص داده به موکبی که داره خدمت رسانی میکنه به زوار. اینم که این ماشین ببین عظمت برای ارتش عراقه که این ماشین شده الان در واقع وسیله حمل و نقل و تردد همه بچه‌ای که موکب دارن، میان اینجا در واقع پشتیبانی اصلی رو انجام میدن و میرن سراغ خلاصه موکبایی که توی سامرا هست. ما تقریبا اگه با ماشین بخوام بریم 10 دقیقه یه رو و یه پیاده بخوام بریم 1-2 ساعت راه هست تا فضای خدمت شما عرض بکنم که خود سامرا و حرم. توی این گرمای هوا زواری که میان خودشون میرسونن به کربلا، به نجف، به سامرا، واقعا میزبانی کردن از اینها، پشتیبانی کردن از اینها، مهمانداری کردن از اینها کار مشکلی است. اینو توی بخشای قبلی هم بهش پرداختم، بازم تاکید میکنم میزبان اصلی و حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فرمودن عراقی ها هستند، اما خب بالاخره خود مردم ایران هم آمدن این موکبداریه رو دارن سنت میدن، ترویج میدن و کمک میکنن به میزبانان عراقی که واقعا عرض کردم اینا که ارتشی هستن، مثلا شاید وظیفه‌ای هم نداشته باشن توی این فضا، اما واقعا آمدن پای کار، خیلی با علاقه، با انگیزه، پر از انرژی خودشون پیگیر این فضا هستن. حالا میخوام بریم توی این موکب امامزادگان قم و ببینیم اونجا چه خبره و یه گپ و گفتی داشته باشیم با دوستان و شما در جریان اتفاقاتی که داره اینجا رقم میخوره قرار بدیم. ان شاءالله همراه من باشید لطفا. خب ما آمدیم به اون موکب امامزادگان قم که خدمتتون نشون دادم. الان همراه ما باشید برید بقیه ماجرا و اتفاقاتی که اینجا داره رقم میخوره. اینجا آشپزخونه است. صحبت می‌کنیم میبرم قسمت به نظرم چایخونه و اینا باشه. بذار من برم صحبت بکنم. آقا سلام ارادت. و رحمت الله. خوش اومدید. خدا قوت. سلام. شما اینجا چیکار می‌کنید؟ چای دم می‌کنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولاً 3 نوع چایی و بیش از 10 نوع دمنوش و 4 نوع شربت در روز برای خادمین موکب امامزادگان قم سرو می‌کنیم. ماشاءالله. این الان این دمنوشه دیگه، این گلگاو زبونه و این یکی هم چیه و چای ترش بهلیمو است قدوس ترنجبین، بعد گل غنچه هست، به حسیب دارچینه. آقا اینجا خودش اصلا یه در تشکیلاتی داره آجا. اسم شما چی آجا؟ بنده خادمین امام حسین علیه السلام علی نیتی هم از استان قم. آجای نیتی عزیز، شما با این گرما و با این سختی و با این مشقت خب چه کاری بود میموندی مثل بقیه خونه کنار نوه و خانواده و لذتشو میبود؟ امام حسین علیه السلام معمولا بیش از 26 میلیون و بزرگترین مراسم مذهبی دنیا که در کتاب گینیس هم ثبت شده متعلق به عزاداران امام حسین علیه السلامه. ما هم وظیفه داریم به عنوان شیعه علی بن ابی طالب علیه السلام در خدمت زائرین امامزاده باشیم، امام حسین علیه السلام و امامین عسکریین باشیم که این نقطه معمولا به واسطه استراتژیکی که داره معمولا موکب‌ها از استانهای دیگر ایران کمتر میان و به خاطر همین هم دوستان زحمت میکنن 24 ساعته در 3 شیفت همه عزیزان مشغولن. یعنی همیشه این فضای جنب و جوشه هست. 24 ساعت معمولا دوستان این وضعیت رو دارن. ماشاءالله. بعد وقتی این غذا رو درست میکنن میبرن تو موکبی که شما تو مسیر دارید. اینجا محل پخت و پز داخل پادگان شرطه عراق، پادگان نظامیه، حالا به واسطه مسائل امنیتی که وجود داره و موکب امامزادگان قم الحمدلله که بزرگترین موکب منطقه سامرا هست اینجا مستقره. به واسطه وسعتی که داره در دور و بر حرم این حجم امکانات و نیرو معمولا برای استقرار فضای کافی وجود نداره، ولی دوستان اینجا توی این فضا
جمع شدن پخت و پز میشه با ماشین های اتحادیه، معمولا برای پذیرایی از زائرین امامین عسکرین علیه السلام اونجا توزیع میشه. آقا شد خانواده به شما بگن چی کاریه باج آقا بابا ول کن امسال نرو اربعین؟ نه شکر خدا اینطوری هم نیست. من الان دارم کنار این دوستان دارم خدمت میکنم. 3 روز خواهر بزرگترم فوت کرده ولی خب نتونستم. خواهر شما فوت کرده 3 روز پیش تو ایران ارومیه. بعد شما نمیتونستی بری قاعدتا دیگه؟ میتونستیم بریم ولی زمانی که میگیم خودم توی به امام حسین علیه السلام میگم خودم، پدر مادرم، خانواده‌ام فدای شما، یعنی همین، یعنی باید باشیم برای زائرین امام حسین علیه السلام خدمت بکنیم. آفرین. ببین چه حرف بزرگی زد آقا. ببین 3 روز پیش خواهرشو فوت کردن، بعد وقت اینجا کارو ول نکردن. باریکلا چه عمق قشنگی. این که میگه به ابی انت و امی، پدر و مادرم، اهلی و اسرتی، خانواده من به فدای شما، یعنی همین دیگه. یعنی خواهرشون فوت کردن با اینکه باید میرفتن بالاخره اونجا مثلا، ولی اینجا وایستادن خدمت کنن به ظاهر امام حسین، به ظاهر امامین عسکریین. آقا ان شاء الله خدا رحمت کنه خواهر شما رو، دست شما درد نکنه، خدا قوت. ان شاء الله که سالیان سال باشید توی این دم و تشکیلات کار انجام بدید برای امام حسین. خیلی ممنون. قربان شما. دماسدا داریم ان شاء الله سالهای سال این عزاداری امام حسین ان شاء الله تا ظهور آقا امام زمان برقرار باشه و ان شاء الله این عزیزان دور هم جمع بشن و هر ساله ان شاء الله بر جمعیت عاشقان امام حسین علیه السلام افزوده بشه ان شاء الله. ممنونم از شما جناب. خب دیگه عشق یعنی چی؟ ارادت یعنی چی؟ دوست داشتن اهل بیت یعنی چی؟ اینکه ما میگیم به ابی انت و امی یعنی چی؟ مصداقش میشه همین گزارشه. من اصلا نمیدونستم ایشون همین دیدید دیگه، این گزارش مال دیروزه دیگه اگه اشتباه نکنم یا پیروزه. اصلا نمیدونستم که ایشون خواهرش فوت کرد. هیچ کدوم از بچه‌هایی که اونجا بودن به ما چیزی نگفتن. من رفتم تو حین مصاحبه ایشون یه دفعه اشاره کرد 2 روز 3 روز پیش مثلا خواهرشون فوت کرده. ایشون بالاخره صاحب عزا، بالاخره باید هر کسی دیگه بود حرکت میکرد میرفت شهر و دیار خودش مثلا تو مراسم شرکت بکنه و اینها. چقدر اون جمله دلی ایشون قشنگ بود. آقا به ابی انت و امی یعنی چی؟ ما میگیم خانواده‌مون فدای شما یعنی چی؟ من وای میستم اینجا خدمت میکنم به ظاهر امام حسین علیه السلام، طلب خیر میکنم برای خواهرم، برای کسانی که از دست دادن. این میشه ارادت به ساعت ابا عبدالله علیه السلام. خیلی از این صحنه‌ها هستا، اصلا فراوان شما میاد تو این مسیر، فراوان از این اتفاقات میبینید. من به یکی از رفقا میگفتم هر کدوم از این خادما، هر کدوم از این زائرا، هر کدوم از این کوچیک و بزرگ زن و مردی که دارن میان تو این مسیر، خودشون یه داستانه، یه سریاله، یه فیلم سینماییه. یعنی بریم سراغ هر کدومشون، یه دنیا حرفه، یه دنیا عشق بازی و زمزمه کردنه. الهی که خدا همه رو حاجت روا کنه، الهی که نگاه ویژه حضرت حجت علیه السلام رو شامل حال ما بکنه که میزبان اصلی این مراسم ایشون هستن، که ما البته در خانه پدری حضرت حجت علیه السلام هستیم در سامرا. جاتون هم خیلی خالی میکنیم، خیلی ویژه است، خیلی صحنه‌های خاصی اتفاق میفته اینجا و سعی میکنیم توی گزارش‌های بعدی، توی ارتباط‌های بعدی از این حال هوای شما رو مهمان بکنیم ان شاء الله. کماکان با حاج آقای اسکندری همراه شما هستیم و حاج آقا به نظرم این که ما توجه بدیم زوار رو بیان به سامرا خیلی موضوعیت داره. یه جورایی تکمیل کردن این مسیر این حرکت است. یعنی فقط به ابا عبدالله علیه السلام و اون عشق بازی ختم نمیشه، بلکه یه جورایی به تکلیف الان ما هم برمیگرده. یعنی این مسیر امتداد پیدا خواهد کرد. این مسیر اونجا اون عشق حسینی است، شعور حسینی است، اشکی است که برای سید الشهدا علیه السلام میریزیم. بعد وقتی زائر میاد اینجا یک بهجت قلبی پیدا میکنه، علیرغم که پیراهن مشکی پوشیدیم، علیرغم که چشمان اشک ریزانه برای عزای سید الشهدا علیه السلام، ولی گویی یه شوقی هم تو نگاه این زائران هست که قضیه تمام نشده. ما هنوز منتظریم که یک اتفاقی بیفته، منتظریم که یک منتقمی بیاد، منتظریم که این خون به ناحق ریخته شده ی ابا عبدالله علیه السلام خونخواهی بشه. بله. عرض کنم که حرکت‌های بزرگ و اصیل و تأثیرگذار بدون چشمانداز و هدف امکان پذیر نیست. یعنی باید حتما یه هدفی براش در نظر گرفت. مخصوصا یک واقعی مثل واقعی عاشورا که خب خود حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام ترسیم کردن که ما منظورمون از این قیام چی بود.
منتها تشیع مستحضر هستید که 3 محور اصلی و اساسی داره. محور اولین محورش بحث قدیر، مسئله ولایت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلامه که به هر حال اون صراط مستقیم رو نشون میده. چون در بعضی از روایات هم داریم مصداق صراط مستقیم علی بن ابی طالب علیه السلام. به. بعد واقعه عاشورا رو داریم که در حقیقت برای استحکام بخشیدن به اون واقعه قدیره، یعنی استحکام راه صراط مستقیم. اما خب این به کجا میخواد ختم بشه؟ آیا ما بی هدف حرکت کردیم؟ این کارهایی که داریم میکنیم نمیدونیم منظورمون چی هست؟ نه، کاملا روشنه. ما منتظریم. همه این امور رو برای اون انتظاره داریم انجام میدیم. دیدم گاهی از اوقات بعضی حالا روشن فکر نماها و اینا یه واقعی بوده، بالاخره یه دعوای اتفاق افتاده و زدن و کشتن و خوردن و بردن، حالا دیگه تمومش کنید. نه، تموم شده نیست که. ادامه داره این راه. اگر باطل تموم شد، خطش قیچی شد، دیگه هیچ ستمگری سر کار نیامد، قبول. ولی تا اونا هستن اینم هست، این ادامه پیدا میکنه. تا باطل هست جبهه حق جبهه هم حق هست. اصلا امکان این معنا وجود نداره. این اصلا متن قرآن ماست، آیات قرآنی ماست. من به نظرم میاد این پدیده‌ای که در اربعین به وجود اومده و مردم اینجور دل دادن و دل میدن و عاشقانه دارن، هم خودشون میان، هم مال میدن، هم این همه رنج و مشقت. شما ملاحظه میکنید بعضی از مردم با بچهای خردسال. آره واقعا. خود بنده 2 تا نوه داشتم، 1 سال التماس که ما رو اربعین ببرید کربلا. خدا حفظش میکنه. خب ببینید اینا یه چیز عادی و ما در ماجرای اربعین و این پیاده رویه در حقیقت میخوام بهتون بگم داریم تمرین ظهور رو میکنیم. یعنی چی تمرین ظهور؟ بالاخره وقتی مولایمون میخوان ظهور کنن و بیان و دنیا رو از این وضع آشفته نجات بدند، ما باید در همه امورمون سرآمد باشیم. یعنی اینکه ما امور سیاسیمون رو تمرین کرده باشیم. این همه حوادثی که داره پیش میاد، ارزم به حضور فلسطین و غزه و این نامردی هایی که اسرائیل انجام میده و آمریکا، اینا همش به هر حال باید پشت سر بگذاریم. اینجور نیست که بخوایم نادیدش بگیریم از کنارش رد شیم. خباثت جبهه باطل باید نشون داده باشه. باید نشون داده. یعنی مردم عالم باید به این نتیجه رسن که اینا نجاتگرشون، نجات بخششون نیستن، تأمین کننده زندگی سعادتمندانشون اینا نیستن. ولی این مقاومت غزه و این ارزم به حضورتون خباثت اسرائیل داره این رو اثبات میکنه که یک رژیمی مثل رژیم اسرائیل نمیتونه اداره کننده عالم باشد. رژیمی که به کودک رحم نمی کند، به زن رحم نمی کند و با قساوت قلب دارد عمل می کند، این اگر سلطه پیدا بکند بر جهان، بر احدی رحم نخواهد کرد. بله. مردم باید به این حقیقت برسن. در روایت هم داریم فرماد که جریانات مختلفی میاند و میرند تا مردم به نقطه‌ای برسن که بفهمند که باید یک کسی دیگه بیاد اوضاع سر سامان. کار به دست اینها سامان پیدا نمیکنه. شما الان جمهوری اسلامی عزیز ما و به یه معنا بگیم غریب ما در عالم یه جلوه است از اون. شما می‌بینید ما مورد تعدیه و تجاوزات زیاد مستکبرین قرار گرفتیم، اما حاضر نشدیم به عهدی تجاوز کنیم. شما تاریخ نه تنها جمهوری اسلامی رو، ایران اسلامی ما رو، قبل از جمهوری اسلامی، ایران به هیچ کجا هیچ وقت تعدی و تجاوز نکرد و نخواهد کرد. مخصوصا با روی کار آمدن جمهوری اسلامی به احدی ظلم نخواهد کرد. ظلم رو تحمل کرده، اما یادم هست در دوران دفاع مقدس موقعی که صدام ملعون این شیمیایی رو به کار برده بود، رفتن خدمت امام که آقا اجازه بدید ما هم مقابله به مثل کنیم.
امام فرموده بود اگر شما هم مثل صدام مقابله به مثل بکنید، بمب شیمیایی بریزید رو سر زنها و بچهای بیگناه، وقت فرق شما با صدام چه خواهد بود؟ با اینکه ما حق قانونی داشتیم که این کار رو بله. انجام بدیم ولی ما دنباله، مگر نه این که به هر حال بعد از خاتمه پیدا کردن قضیه صدام ملعون پیوند مردم ایران با عراق چه شد؟ دیدید دیگه، دارید میبینید دیگه، مردم عراق به ایرانی ها عشق می‌ورزن، ایرانی ها به عراقی ها. ارتش عراق گزارشی ارتش عراق اومده میزبانی داره میکنه از زوار با اینکه اینا 8 سال به هر حال توی جبهه با هم جنگیدند، اما پیداست که موضوع چیز دیگری است. مگر ما آرزومون این بود که یه وقت بتونیم بیام زیارت قبر امام حسین، یک نفرمون بتونیم بیام زیارت قبر امام حسین. الان تمام امکاناتش این کشور در اختیار ظاهر امام حسین قرار داده. ببینید این راه ادامه پیدا خواهد که ما داریم تمرین میکنیم، تمرین مسائل سیاسی، تمرین مسائل اجتماعی. همین که شما حساب کنید، حالا تخمینی که میزنن، ما که حالا آمار دقیقا، ولی تخمینی که میزنن میگن 20 میلیون نفر جمعیت وارد این کشور میشه و خارج میشه. خب این که دولت ها که نیستن که پشتیبانی میکنن، مگر اگر بخوام در اختیار دولت ها بزنن، دولت ها میتونن پشتیبانی بکنن. این پشتیبانی مردمی است که از عهدهش بر اومده. بله. و لذا شما نگاه کنید الان کل امکانات فراهم شده و دارن پذیرایی میکنن. شما سال اولی که این حرکت را افتاد با امسال مقایسه کنید، ببینید چقدر تفاوت پیدا کرده. بله. این که عرض میکنم تمرین یعنی این که ما مسائل بهداشتی اون سال رو با مسائل بهداشتی امسال، مسائل نیازمندی‌های خوراکی اون زمان رو با الان، مسائل به هر حال دارو و درمان اون زمان رو با الان، امکانات مورد نیازی که بود اون زمان رو با این زمان. خب داریم تمرین میکنیم بریم به اون سمتی که وقتی وجود نازنین آقای امام زمان علیه السلام تشریف میارن ظهور میکنن، ما دیگه این مشکلات و مسائل رو نداشته باشیم، قبلا حل کرده باشیم، از این عبور کرده باشیم، تمرین کرده باشیم، با هم دیگه اینا رو حلش بله، همونجور که الان داریم تمرین میکنیم، حل میکنیم، سال به سال داریم نواقص رو برطرف میکنیم. خودمون موکبمون به هر حال سال اول تا الانش خیلی با هم تفاوت پیدا کرده. ضمن این که این مباحث یه مباحثی است که در هر حال در یک مسیری داره قرار میگیره که هدف اصلی و اساسی رسالت پیامبر بوده، چون دیگه بعد از اون حضرت دیگه نه پیامبری میاد، نه دینی میاد، نه کتابی میاد. این باید زنده بماند و این باید به عرصه عمل تبدیل بشود. یعنی ما توحیدمون توحید عملی بشود. الان شاید توحیدمون بعضن حالا یا زبانی یا احیانا فکری، ایمان داریم به خدا، به قرآن، به پیامبر، هممون ایمان داریم. حتی اونایی هم که پایبند به مظاهر ظاهری دین نیستن اونا مؤمنند. اما توحید عملی چیز دیگری است، یعنی بیام پای کار بایستیم. الان اومدن مردم عراق، جبهه مقاومت الان مشمول توحید عملی است. خدا رو به معنای واقعی کلمه آورده به میدان، داره دنبال میکنه موضوع رو. مسائل مربوط به امور به هر حال وحدت و اتحاد و انسجام رو ما داریم تمرین میکنیم. دو تا ملتی که سالیان سال اونها رو از هم جدا کرده بودن، به برکت امام حسین و اربعین ها به هم رسیدن. داریم تمرین میکنیم وحدت رو. این وحدت باید به همه دنیای اسلام منتقل بشه، نه تنها تمام مردم مسلمان دنیا، بلکه تمام کسانی که پیرو ادیان ابراهیمی هستند. مسیحیت هم باید توی مسیر قرار بگیره. یهود واقعی، نه این صهیونیست‌های از دین خارج شده، حتی دین خودشون، اونا نه، اونا حسابشون جداست. ما یهودی‌های راستین رو که واقعا معتقد به دین حضرت موسی علیه السلام هستند و مسیحیانی که معتقد به دین حضرت عیسی علیه السلام هستند، اینا همه رو باید بیان با دور یک محور. خود قرآن می‌فرماد تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. خدای تبارک و تعالی همه رو به وحدت کلمه خوانده، هم اسلام و مسلمین، شیعیان، انواع و اقسام فرقه هایی که در اسلام وجود داره و مسیحیت و یهودیت و ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی و اونهایی که ساخته دست بشر هست، اینا بالاخره باید بیان بپیوندن، چاره ای ندارن غیر از این.
و اگر این اتفاق بیفتد شما مطمئن باشید تومار مستکبرین پیچیده خواهد شد و هر کجای عالم گوش بدید ندای لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله رو شما به گوش خواهید شنید، کما اینکه الان ما جلوه های از اون رو داریم مشاهده می‌کنیم. بله خیلی هم عالی. این بارگاه‌هایی از این وحدت و همدلی الان تو دنیا داره دیده میشه به بهانه ماجرای فلسطین و مظلومین غزه و شهدای بی‌پناه و واقعا من در یکی از صحبت‌ها گفتم این که شما نگاه می‌کنید تو دانشگاه آمریکا به زبان فارسی ما مرگ بر اسرائیل میگن، ما دنبال چی هستیم؟ بله دنبال همین هستیم که بالاخره دنیا ظلم ستیز بشود. آره. مردم دنیا ظلم ستیز بزنن در حمایت از قیام مظلوم. ابو عبدالله همین بود در مقابل ظلم زمان خودش بود و الان هم همین اتفاق داره میفته. حضرت آقا فرمودن که در خیابان‌های پاریس و نمیدونم فرانسه و انگلیس و لندن و اینها که ما بسیج ندیم، پایگاه بسیج اینجا راهپیمایی و مثلا تظاهرات ضد صهیونیسم برپا کرده باشه. اینا آدمایی هستن که با اینکه دین دیگری دارن، شاید اصلا دینشون با دین ما مغایر باشه، اما آزاد مردن، میبینن ای بابا تو به چه حسابی داری زن و کودک رو داری به هیچ دلیلی بی‌رحمانه میکشی و به شهادت میرسونی، قیام میکنن، اعتراض میکنن. این وحدتی که فرمودید انشاءالله داره شکل میگیره، این همدلیه داره شکل میگیره، این جبهه حقه انشاءالله داره پررنگتر از گذشته میشه که البته خونبها داره، بها داره و خونبها هم داره. ما با اینا باید در کنار همدیگه این جبهه رو با همدیگه تقویتش بکنیم، همدلی بکنیم و انشاءالله شاهد این روزی باشیم که چشمان ناقابل ما به جمال زیبا و دلربای حضرت حجت علیه السلام روشن بشه به امید خدا. حاج آقای اسکندری خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی، زحمت کشیدید، استفاده کردیم از حضور شما و توضیحاتتون. از شما بینندگان عزیز هم خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. یادم باشه توی یکی از برنامه‌ها درباره گنبد مطهر حضرت امام عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام برای شما نکته بگم، نمیدونم امکانش باشه یا نه، اگر شد حتی بریم اونجا خلاصه اون ماجرای پرچمی که روی گنبد نصب نیست رو به شما عرض بکنم. خیلی جذابه، خیلی شنیدنی است، چون یه حساب و کتابی داره در بین اعراب اینکه پرچم بالای گنبد باشد یا نباشد یا جایگاه پرچم کجا باشد. یه فلسفه مفصلی داره، نیاز داره به برنامه مفصلی. سعی میکنم وعده‌اش رو میدم ان شاءالله توی یکی از برنامه‌ها بهش بپردازیم، اگر بتونیم ان شاءالله گزارشی هم ازش تهیه بکنیم که بی ارتباط نیست با اتفاقا اون آموزه ظهور، با اون انتظاری که همه ما داریم، چشم انتظاریم که حضرت حجت علیه السلام ظهور پیدا بکنن، تحقق پیدا بکنن، عدالت فراگیر مهدوی در سراسر دنیا، خونهای به ناحق ریخته شده مظلومان از ابا عبدالله علیه السلام گرفته تا برسیم به مسلمانان مظلوم ولی مقتدر غزه که اونها توسط مستکبرین زمان خودشون به ناحق به شهادت رسیدن، به ناحق خونشون بر زمین ریخته شد. اینها باید انتقام گیری بشه که انشاءالله با ظهور حضرت حجت علیه السلام شاهدش خواهیم بود. الهی که ما هم لیاقت پیدا بکنیم در رکاب حضرت باشیم، الهی که چشمان ناقابل ما به جمال زیبا و دلربای حضرت حجت علیه السلام روشن بشه. الهی که توی هر کاری که هستیم رفقا، این از خدا زیاد بخوام، تو هر کاری که هستیم، تو هر شغلی، تو هر صنفی که هستیم، تو هر جایی که هستیم، کاری بکنیم که لبخند رضایت امام زمان علیه السلام از اعمال ما شکل بگیره بر لبان متبرک و نورانی اون حضرت. یه جوری حضرت بگن باریکالله این چه شیعه خوبی بود، اونی که کارمنده، اونی که فروشنده یه مواد غذایی، اونی که دکتره، اونی که مجریه مثل من، اونی که موکبداری داره میکنه، هر کسی اگه کارشو درست انجام بده، یه کاری بکنه قلب نازنین امام زمان علیه السلام ازش راضی باشه، حتما مأجوره و حتما جزو کسانی خواهد بود که دعای خیر حضرت شاملش میشه. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید. یاد خدای دیگری رو به شما تقدیم کردیم. انشالله بازم به پیش روی شما خواهیم بود. وعده ما ساعت 3 بامداد دست به وقت تهران و ساعت 11 ظهر که پیش از اذان ظهر خدمت شما میرسیم. از اینکه همراه ما بودید خیلی ممنون و سپاسگزارم. تا سلامی و ثنای دیگر همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. بدرود. خدا نگهدار.